قرض دهنده طلای بابیل. 50 تنگه طلا. تا به حال رعدان نیزه‌ساز بابیلی کهن این مقدار طلا را در همیان چرمی خود هم نکرده بود. خوشحال از سوی کاخ پادشاهی سخاوتمند باز میگشت. ضمن قدم زدن طلاهای همیانش شادمانه صدا میکردند و زیباترین موسیقی را که او تا به حال شنیده بود مینواختند. 50 تنگه طلا. او به بخت خود باور کرده نمیتوانست چه قدرتی در آن تنگه ها وجود داشت. آنها میتوانستند هر چیزی را که او آرزویش را دارد بخرند. خانه با شکوه، زمین، گله های گاو، شتر، اسب، عرابه و هر چیزی که آرزویش را داشت. او باید تنگه ها را چگونه استفاده میکرد؟ امروز شام که به سمت خانه خواهرانش میرفت لازم نبود به چیزی بجز آن قطعه های سنگینی درخشان که صاحبانش بود فکر کند. پس از چند روز بیگاه بود که رعدان خیران زده وارد مغازه معتان قرض دهنده طلا و دلال جواهرات انتیقه های کامیاب شد. با نگاه کوتاه به این طرف به آن طرف به چیزهای رنگارنگی که هنرمندانه در معرض نمایش بودند به سمت امتحان مغازه رفت. در آن قسمت معتان اصیلی را دید که روی قالنچه نشسته بود و خوراک پیشنهاد کرده برده سیاه تناول میکرد. میخواهم با تو مصلحت کنم چون نمیدانم باید چی کار کنم. رعدان آرام ایستاده بود، با پایهای با فاصله سینه پلمو که در بین گریبان کمزولی چرمیش نمایان بود. با چهره تنگ و تاریک معتان خندیده با او سلام داد. چه کاری بیعقلانه کردی که به سراغ قرض دهنده طلا آمدی؟ در قمارخانه ضرر کردی یا یگان خانم جذاب بدآمد انداخته؟ چندین ساله که میشناسمت و تا حال یگان مراتب در مشکلاتت از من کمک نخواسته ای. نه این چیزا نیست. دنبال طلا آمدم. فقط از تو مشاوره عاقلانه میخواهم. گوش کن ببین چی میگویم. کسی برای نصیحت پیشی وام دهنده طلا نمی آید. احتمالاً گوش‌هایم اشتباه میشنوند. نه درست میشنوند. نخواد. رعدانی نیزه‌ساز آنی که از همه زیرکتر است پیش معتان آمده، آنم نه برای طلا بلکه برای نصیحت. خیلی از افراد پیش من می آیند و برای پرداخت برای اعمال احمقانه شان وام می گیرند، ولی هیچ کدام برای نصیحت نمی آیند. چه کسی بهتر از وام دهنده طلا به آنهایی که به دردسری گرفتار شده‌اند مصلحت داده می تواند؟ بیا با من غذا بخور. رعدان او ادامه داد باید برای شام مهمان من باشی. اندال. به برده سیاه دستور داد تا لباسی براحت برای دوستی من، رعدانی نیزه‌ساز که برای نصیحت پیش من آمده است بیار. آن مهمان عزیزی من است. برایش غذا و بزرگترین جام من را بیار. بهترین شراب را بیار تا از نوشیدن لذت ببرد. حالا بگو ببینم چی چیزی تو را به خودش مشغول کرده است. هدیه پادشاه. هدیه پادشاه؟ پادشاه به تو هدیه داده است و این تو را به دردسر انداخته است. این هدیه به چه مناسبتی هست؟ چون خیلی از طرحی که روی نوعی جدیدی برای نیزگاهی گواردی است سلطنتی دادم خوشش آمد. با 50 تنگه طلا از من تشکر کرد و این من را به دردسر انداخته است. حالا هر ساعت و هر لحظه آنهایی که فکر میکنن این پول را با من شریکند آنها از من تقاضا میکنند. این چیزی مقرری است. مردم همیشه بیشتر و بیشتر طلا طلب میکنند و آرزوی کسی را دارند که آنها به حساب و کتاب بینشان تقسیم کنند. آیا نمیتوانی به آنها نه بگویی؟ آیا این قدر قوی نیستی؟ به بسیاری ها من نمیگویم. نگفتن به خیلی ها از گفتن بله آسان‌تر است. ولی آیا آدم میتواند از خواهر عزیزش هم دریغ دارد؟ حتما. خواهرت آرزوی محروم کردن تو از پاداشت را ندارد، ولی خواهرم پول را به خاطر شوهرش، من که آرزو دارد تاجری ثروتمندی باشد میخواهد. او احساس میکند که شوهرش هیچ وقت امکاناتی نداشته و به خاطر همین از من تقاضا میکند که این طلاها را در اختیارش قرار بدهم تا وقتی او تاجری موفق شد از سودش قرضش را به من پرداخت کند. دوستی من معتان گفت این موضوعی ارزشمند برای بحث است. طلا مسئولیتی را به دوش دارنده‌اش میاندازد که موقعیت آن را نزد اطرافیانش متفاوت میکند. ترسی از دست دادن پول یا مورد کلاهبرداری قرار گرفتن به همراه خودش می‌آورد. احساس توانایی داشتن برای انجام کارهای خوب به همراه می‌آورد. همچنین موقعیت‌هایی را به وجود می‌آورد که ممکن است موجب آنها نیت‌های خوبی دارنده او را به دردسر بیاندازند.
آیا تا به حال در مورد کشاورزی نینوا که زبان حیوانات را میفهمی چیز شنیدی؟ شوخی نمی کنم، چون این داستانی نیست که آدم بخواهد در عصر برنجی برای شوخی تعریفش کند. این را برای تعریف می کنم تا متوجه باشی که از دست به شخص دیگر تفاوت‌های وجود دارد. این کشاورز که زبان حیوانها را میفهمید هر روز شام به گوشه در مزرعه میماند تا ببیند آنها به هم چه میگویند. یک روز شام شنید که گاو در مورد کار سختش برای الاغ درد دل میکرد. من از صبح تا شب باید گاو آهن را به دنبال خودم بکشم. مهم نیست هوا چقدر گرم باشد، پایهایم چقدر خسته باشند یا کمان گاو آهنی چقدر سینم را خراشیده باشد، همین طور باید کار کنم. ولی تو موجودی تناسایی هستی. کورپه رنگین بر رویت انداختن و کار بجز بردن ارباب به جایهایی که میخواهند نداری. وقتی آن جای نمیخواهد برود تو استراحت میکنی و تمام روز علفهای سبز میخوری. حالا الاغ برخلاف ذات خرابش موجودی خوب شده بود و با گاو احساس همدردی میکرد. دوستی خوبی من، تو خیلی سخت کار میکنی و من میخوام تا کمی از سختی تو بکاهم. پس راهنماییت میکنم که چگونه از روزی کامل استراحت داشته باشی. صبح وقتی که برده ها می آیند تا گاو آهن را به تو ببندن، خودت را روی زمین بیانداز طوری که فکر کنند تو مریضی و نمیتوانی کار کنی. پس گاو صبح روز بعد به نصیحت الاغ گوش کرد و برده ها هم پیش ارباب رفتند و گفتند گاو مریض شده و نمیتواند گاو آهن را بکشد. کشاورز گفت پس گاو آهن را با الاغ ببندید، چون کار شدگار نباید عقب بیفتد. تمامی آن روز الاغ که قصد داشت به دوستش کمک کند خودش را مجبور به انجام کار دوستش دید. وقتی شب شد و از دست گاو آهن خلاص شد، قلبش درد گرفته بود و پایهایش خسته بود و گردنش به خاطر خراشی که کمان گاو آهن رویش انداخته بود حساب زخمی شده بود. کشاورز در زمینی که اطراف آن دیوار کشیده شده بود گوش وایساده بود تا ببیند آنها با هم چه میگویند. اول گاو شروع کرد تو دوستی خوب من هستی. به خاطر نصیحت عاقلانت یک روزی کامل را استراحت کردم. و من، الاغ جواب داد، مثل خیل‌های دیگر از روی ساده‌دلی شروع کردم به کمک دوستم و در نهایت کارش را برایش انجام دادم. از این به بعد خودت گاو آهنت را بکش، چون شنیدم که ارباب به برده ها گفت که اگر این بار مریض شدی تو را به دست قصاب می سپارد و امیدوارم این کار را بکند، چون تو مخلوقی تنبلی هستی. بعد از آن اینها دیگر با هم صحبت نکردند. این پایانی دوستیشان بود. رادون، آیا می توانی نکته اخلاقی این داستان را بگویی؟ داستانی خوبی بود، رادون پاسخ داد، ولی من متوجه نکتهش نشدم. فکر نمی کردم متوجه نشوی. به هر حال نکتهش عیان و خیلی ساده. اگر می خواهی تا به دوستت کمک کنی طور این کار را بکن که مصائب او را به دوش خود نیندازی. با آن فکر نکرده بودم. نکته عاقلانه. نمی خواهم مشکلات شوهری خواهرم را به دوش خودم بیندازم، ولی تو به من بگو، تو با آدم های زیاد وام میدی، آیا وام گیرنده ها قرضهایشان را پرداخت نمی کنند معمولا؟ مهتان لبخندی زد. لبخندی کسی که روحش غنی از تجربه است. آیا قرض به کسی که نتواند آن را پس بدهد عاقلانه است؟ آیا قرض دهنده نباید به دقت و عاقلانه به این نکته بیندیشد که آیا پولی که به قرض گیرنده میدهد در راه مناسب که امکان بازگشت دارد هزینه می شود، یا قرض گیرنده آن را ناعقلانه هدر می دهد و او دیگر به پولش نمی رسد؟ حالا یادگاری هایم را برایت نشان می دهم و داستانی هر قدمی را برایت تعریف می کنم. او صندوقی بزرگی را که با پوستی گراس پوشیده شده بود و با طرحهای برنجی آراسته شده بود به داخل اتاق آورد. آن را روی زمین گذاشت و جلوه آن روی زانوهایش نشست و دستانش را به هم جفت کرد. بر شخصی که به او قرض میدهم نشانه میگیرم و در این صندوق میگذارم تا زمانی که قرضش را پس بدهد. وقتی که قرضش را پس داد نشان را به او پس میدهم و اگر قرضش را پس نداد آن نشان من را همیشه به یاد کسی میاندازد که نسبت به اعتماد من صادق نبود. این صندوق یادگاری به من میگوید که امین‌ترین وام ها به کسانی که دارایی هایشان بیشتر از آن چیزی که وام میگیرند، آنها زمین، جواهرات، شتور یا چیزهای دیگری دارند که میتوانند در صورت لازمی بفروشند و قرضشان را پس بدهند.
برخی از این نشانه هایی که به من داده شدن ارزششان از ارزش وام بیشتر است. بعض دیگر از این نشانه ها مربوط می شوند به اسناد تعهد آوری که وام گیرنده ها به من دادند که طبق آنها فردی متعهد شده که اگر نتوانست وامش را پس بدهد در عوض آن قطعه زمین یا مالکی را برای تسویه پس بدهد. در چنین وام ها خیالم راحت‌تر است که پولم برمیگردد، چون وثیقه وام مالکیت است. گروه دیگر کسانی هستند که درآمد دارند. آنها مثل تو هستند، کار میکنند و پول مییابند. آنها درآمد دارند و اگر نیکنام باشند این چنین ناکامی نیارند، میدانم که پولم را پس میدهند. این نوع وام حساب اعتبار دادن می شود. اما گروه دیگر نفرانی هستند که نه درآمدی دارند نه توانایی برای کسب درآمد. زندگی سنجیده شده و همیشه آدم‌هایی هستند که نمی‌توانند خودشان را با آن تنظیم کنند. حیف وام‌هایی که به آنها دادند. هرچند تعدادشان خیلی کم است، ولی صندوق یادگاری هم من را سالها به خاطر دادن این وام‌ها سرزنش می‌کند. مگر اینکه این وام‌ها توسط افراد خوب و خوشنام ضمانت شده بودند. مهتان چفت را آزاد کرد و در باز شد. رعدان مشتاقانه به پیش خیزد. قسمت بالایی صندوق یک گردنبندی برنجی روی یک جامه مخملی سرخ رنگ وجود داشت. مهتان گردنبند را برداشت و مهربانانه دست روی آن کشید که باید همیشه در صندوق باقی بماند، زیرا صاحبش از دنیا رفته است. من این نشان و یاد صاحبش را همیشه مثل یک گنج یادگاری نگه می‌دارم. آن دوستی خوب من بود. ما با موفقیت تمام با هم تجارت می‌کردیم تا اینکه آن یک روز زنجیری از شرق با خودش آورد تا با او ازدواج کند. زیبا بود، ولی نه مثل زنهای ما موجودی خیره کننده بود. دوستم تمام ثروتش را برای برآورده کردن آرزوهای آن خرج کرد. وقتی تمام ثروتش تمام شد، یک روز ناراحت پیش من آمد. با او صحبت کردم، با او گفتم کمکش میکنم یک بار دیگر روی پای خودش باز ایستد و او قسم خورد که این کار را میکند. ولی این چیز نبود که اتفاق افتاد. در یک دعوا آن زن چاقوی را برداشت و به قلبی که دوستم به او سپرده بود فرو کرد. و آن زن چی شد؟ رعدان پرسید. بله البته این مال اوست. جامه مخملی را برداشت، به خاطر پشیمانی و عذاب وجدان خودش را به فرات انداخت. این دوتا قرض هیچ وقت پس داده نخواهند شد. صندوق به شما میگوید رعدان، آدم هایی که تحت تأثیر احساساتی زیاد هستند برای قرض دادن مناسب نیستند. این رو ببین. این یک چیز دیگر است. به یک حلقه تراشیده شده از شاخ گاو اشاره کرد. این متعلق به یک کشاورز است. من قالینچه هایی که همسرم میبافد را میخرم. آنها دوچار آفتی ملخ شدند و دیگر غذایی برای خوردن نداشتند. من با آنها کمک کردم و وقتی محصول جدید آماده شد قرضش را پس داد. چند وقت بعد آن دوباره پیش من آمد و گفت حبره که گردشگر به من گفته بزهای رنگارنگ در فاصله کم دور وجود دارند که پشمای بلند و زیبایی دارند که می شود آنها را در قالین بافی استفاده کرد. می شود با آنها قالین های زیبایی بافت که تا حالا کسی در بابل نظیرش را ندیده باشد. او می خواست گله از آن بزها را داشته باشد ولی پول نداشت. با او وام دادم تا به سفر برود و گله از آن بزها را بیارد. حالا او شروع کرده و می دانم که باید سال دیگر شاهد خرید قالینچه های با ارزشی توسط اشراف بابل باشه. به زودی باید حلقش را پس بدهم. خودش که نسبت به زمان باز پرداخت منطعن بود، پس داستانی بعضی هایشان را این طور است. رعدان گفت اگر آنها برای مقاصدی که باعث برگشت و زیادشوی پول می شود وام بخواهند، من قبول می کنم. ولی اگر بخواهند برای خوشنود کردنی به عقلی خودشان وام بگیرند، برایت دشوار می دهم که برایت هشدار می دهم که ممکن است دیگر پولت را نبینی. در مورد این به من بگو، رعدان درخواست کرد. در حالی که یک دستبند سنگین طلا که با جواهرات و طرح‌های به هم آراسته شده بود را برمی داشت. زنها برای دوست خوب من جذابند. مهتان کنایه‌ور گفت من هنوز از تو خیلی جوانترم. رعدان با پاسخ داد این امتیاز را به تو می دهم، ولی این دفعه جای دنبال ماجراجویی عاشقانه می گردی
که آنجا نیست. صاحب این دستبند یک زنی پیری فربه و چیندار است و آنقدر حرف میزند که من رو دیوانه میکند. یک وقت مشتری های خوبه بودند و پول زیاده داشتند تا اینکه بدبختی به سراغشان آمد. او پسری داشت که تاجر شده بود. مادرش پیش من آمد و وام گرفت تا پسرش شریک صاحب قافله باشد که به شهرهای دور سفر میکرد و خرید و فروش انجام میداد. صاحب قافله فرومایگی کرده پسری بیچاره را در یک شهر دور بدون پول و هیچ دوست تنها گذاشت و خودش رفت. شاید وقت پسر بزرگتر شود و کار کند بتواند وامش را پس بدهد، ولی تا آن موقع من هیچ چاره جز تحمل حرفای پیرزن ندارم. ولی میدانم که ارزش این جواهر به اندازه وامی که گرفته است هست. آیا آن خانم برای گرفتن وام است و مشاوره هم گرفت؟ به هیچ وجه. او در ذهنش پسرش را به عنوان یکی از افراد قدرتمند و ثروتمند بابل ساختن بود. نظری مخالف به شدت خشمگینش میکرد. من میدانستم که با وام دادن به یک جوان بی تجربه توکل میکنم، اما مادرش به من چنین امانت پیشنهاد کرد که من او را رد کرده نمیتوانستم. مهتان در حالی که به یک تیکه تنابه گره خورده دست میکشید گفت این متعلق به نباتور تاجری شتر است. وقتی میخواست گله بزرگتر از میزان نقدگینه‌اش بخرد پیش من آمد و این را گرو گذاشت و من برای تأمین نقدینگی کمکش کردم. او یک تاجری عاقل است و من به خرد او در معامله اطمینان دارم و با خیال راحت برایش وام میدهم. خیلی دیگر از تاجران بابل هم به خاطر رفتارهای صادقانه‌شان مورد اطمینان منند. نشانه های آنها به صندوق تیز می آیند و می روند. تاجرهای خوب برای شهر ما یک سرمایه هستند و این به نفع من است که به آنها کمک کنم تا تجارتشان را ادامه بدهند و بابل را در مسیر کامیابی پیش ببرند. مهتان یک مجسمه را حشرات از فیروزه تراشیده شده بود برداشت و با تحقیر آن را روی زمین انداخت. یک حشرات مصری. صاحب جوان این اصلاً به فکر پرداخت پول من نیست. وقتی از اون میخواهم وامش را پرداخت کند میگوید چطور میتوانم با این سرنوشت زیانبار که دست از سرم بر نمیدارد پولی تو را پس بدهم؟ تو کلی پول داری، چیکار میتوانم بکنم؟ رعدان وثیقه متعلق به پدر آنها که از فردی شایسته با درآمدی متوسطه بود. زمینش را گرو گذاشته است تا برای پسرش سرمایه موافق سازد. آن جوان اول موفق بود ولی بعد برای به دست آوردن ثروتی بزرگ و سریع طمع کرد. دانشش نارسا بود و سرمایه گذاری هایش با شکست مواجه شد. جوانی جاه طلبه بود. جوانان برای رسیدن به تمایلشان میانبرها را انتخاب میکنند. جوانان برای رسیدن به ثروت سریع معمولا ناعاقلانه قرض میگیرند. جوانهایی که تجربه ندارند متوجه نیستند که وام بدهند. وام بدون پشتیبان مثل چقوری عمیقی را میماند که فرد به سرعت درون آن میافتد ولی باید برای خارج شدن از آن کلی زحمت بکشد. گاودال از حسرت و پشیمانی که وقت نور خورشید میرود و تاریکی میآید، شخص باید شب بدون استراحت را در آن بگذراند. من خودم اولین موفقیت واقعی خودم را به عنوان به تاجر با وام گرفتن به دست آوردم. با وام دهنده مثل من باید این طور موقع چیکار کند؟ جوان در ناامیدی غرقه و کار نمی کند. ترسیده و هیچ تلاشی برای بازپرداخت انجام نمی دهد. به فکرم رسید که زمین و گله پدرش را صاحبی کنم. تو خیلی بیشتر از آن که میخواستم برایم تعریف کردی، رعدان گفت. ولی جوابی سوال خودم رو نگرفتم. آیا 50 تنگه طلا را به شوهر خواهرم قرض بدهم؟ خواهر زنی تماما عیاری است و من احترام زیادی برایش قائلم. اگر شوهرش پیش من بیاید و 50 تنگه طلا از من بخواهد، از او میپرسم به چی مقصد وام گرفتن میخواهد. اگر بگوید مثل من مقصد دارد تاجر باشد و جواهرات و اساسی گران قیمت را خرید و فروش کند، از او در مورد دانشش در مورد راههای تجارت میپرسم. آیا میداند که در کجا میتواند با کمترین قیمت خرید کند؟ آیا میداند کجا میتواند به قیمت منصفانه بفروشد؟ آیا او میتواند به سوالهای من جواب بدهد؟ نه، او نمیتواند. رعدان جواب داد. او در نیزه سازی به من کمک کرده بود. وی به من در ساختن نیزه ها یاری میرساند و به بعضی در مغازه ها کمک میکرد. پس به او میگویم که
کارش عاقلانه نیست. بزرگان ها باید کارشون رو یاد بگیرن. این بلند پردازیش درست نیست و من به او هیچ طلای قرض نمیدهم. ولی فرض کن بگو که بله، من دست یاری بزرگان بودم، میدانم چگونه باید به ازمیر سفر کنم و قالینچه هایی را که زنان خانه‌دار میبافند به قیمتی ارزان بخرم و نیز بسیاری از افراد ثروتمند بابل را میشناسم و میتوانم آن قالینچه ها را با فایده خوب به آنها بفروشم. در آن صورت به او میگویم هدفت عاقلانه و تلاشت ستودنی است و اگر وثیقه داشته باشی خوشحال میشوم. 50 تنگه طلایم را به تو قرض دهم اگر بگوید هیچ وثیقه به جز خوشنام بودن ندارم و فقط میتوانم قول دهم که سودی خوب به پولت دهم، آنگاه پاسخ میدهم هر تنگه طلا برای من ارزشی بلند دارد. اگر هنگام مسافرت به ازمیر راهزنها پولت را از تو بدزدند، آیا وقتی برگشت قالینچه ها را از تو بدزدند آنگاه چیزی نداری که به واسطه آن پولم را پس دهی و پولم از دست می رود؟ طلا میدانی رادان، مال فردی قرض دهنده است. قرض دادن آسان است، ولی اگر غیر معقول قرض داده باشد پس گرفتنش سخت است. قرض دهنده عاقل خطر را کاهش می دهد و باز پرداخت مطمئن را برای خودش تضمین می کند. کمک کردن به آنهایی که دچار دردسر یا تقدیری بد شدند خوب است. دستیاری دراز کردن به آنهایی که ممکن است پیشرفت کنند و شهروندی با ارزش باشند خوب است، ولی کمک باید عاقلانه داده شود تا مبادا مثل داستان الاغ کشاورز در آرزویمان برای کمک به دیگران بار آنها را به دوش خودمان بکشیم. رادان، دوباره از سوالت منحرف شدم، ولی حالا جوابم را بشنو. 50 تنگه طلایت را نگه دار. آن چیزی که زحمتت برایت می آورد و آن چیزی که به عنوان پاداش به تو داده می شود مال تو است و هیچ کس نمی تواند برای شریک شدن آن تو را تحت فشار بگذارد، مگر اینکه خودت بخواهی آن را قسمت کنی. اگر مقصد داری آن را وام بده تا برایت درآمد درست کند، عاقلانه این کار را انجام بده. من همان قدری که نمیخواهم سرمایم را بیکار بسازم، نمیخواهم آن را به خفم بیاندازم. چند سال به عنوان نیزه‌ساز کار کردی؟ رادان جواب داد 3 سالی پره. تا حال به جز این پاداش پادشاه چقدر پول پس انداز کردی؟ 3 تنگه طلا، گفت رادان. هر سال که کار کردی خودت را از چیزهای خوب محروم کردی تا بتوانی از درآمدهایت 1 تنگه پس انداز کنی. همین طور که میگویی؟ بله، همین طور که میگویی. پس باید 50 سال کار میکردی تا اندازه پاداشی که گرفتی پس انداز کنی. بله، چنین است. فکر میکنی خواهرت میخواد که حاصل 50 ساله پس اندازت را در معرض خف تاجر شدن شوهرش قرار بدهد؟ با توجه به حرفایتون نه. پس پیش آن بره و بگو 3 سال من تمام روزهای سال را با جز روزهای روزه از صبح تا شب کار کردم و خودم را از خیلی چیزهایی که آرزویشون را داشتم محروم کردم. برای هر سالی کاری سخت و خویشتن‌داری 1 تنگه طلا دارم. تو خواهری دوست داشتنی من هستی. آرزو میکنم که شوهرت در تجارتی که میخواهد وارد باشد و تاجری موفقی باشد، اگر آن به من برنامه بدهد که به نظری دوستم. معتان عاقلانه و ممکن به نظر برسد. پس اندازه 1 سال هم را با خوشحالی به آن میدهم تا امکانیت داشته باشد برای اثبات موفقیتش. رادان، و تو میگویم این کار را انجام بده و اگر آن واقعا مصمم و موفقیت باشد آن را ثابت میکند و اگر شکست بخورد بیش از حد توانایی‌هایش به تو مدیون نیست و میتواند پولت را به تو پس بدهد. من یک وام دهنده طلا هستم، زیرا طلای بیش از آنچه که بتوانم در تجارتم خودم استفاده کنم در اختیار دارم. من خوشحالم که طلای اضافه هم برای دیگران کار میکند و طلای بیشتری تولید میکند، ولی علاقه به در معرض خف قرار دادن طلایم ندارم، زیرا تلاش زیاده برای بست آوردن و حفاظت از آن را انجام دادم. بنابراین آن را جای قرض نمیدیم که از برگشتش مطمئن نباشم. همین طور آن را جای قرض نمیدیم که درآمدهایش به صورت مقرری برایش پرداخت نشوند. رادان بعضی از رازهای صندوق نشانه هایم را برایت تعریف کردم. از آنها می شود متوجه ضعف مردم و درآمدشان در قرض گرفتن زمانی که از توانایی باز پرداخت آن مطمئن نیستند شد. می شود فهمید که بیشتری آرزوهای بزرگشان برای درآمدهای بزرگی که می توانستند با داشتن طلا داشته باشند آرزوهای غلطی بوده که آنها توانایی و علم محقق ساختن آنها را نداشتند. رادان، تو
تو حالا صاحبی طلایی هستی که باید طلایت را برای به دست آوردن طلای بیشتر به کار بیاندازی. مثل من بوم دهنده طلا میشوی. اگر از خزینه درست محافظت کنی، آن برای درآمدهای سخاوتمندانه درست میکند و همواره منبعی غنی از شادی و سود برای تو خواهد بود. ولی اگر اجازت بدهی که از تو فرار کند تا وقتی که از او خاطره داری، منبعی از تأسف و پشیمانی برایت خواهد بود. حالا تصمیم برای طلایی در همیانت بوده چیست؟ محکم نگاهش دارم. سخنی عاقلانه بود. مهتان تایید کنان جواب داد. این هدفی اولینت است. آیا فکر میکنی که طلایت واقعا در امانت شوهری خواهرت و خطرات احتمالی در انجام است؟ نه، چون تو محافظت از طلا عاقل نیستی. پس تحت تاثیر احساسات احمقانه خزینت را به کسی نسپار. اگر میخواهی به خانواده یا دوستانت کمک کنی، راه دیگری بجز در معرض خف قرار دادن خزینت را انتخاب کن. فراموش نکن که طلا از راه‌های غیر منتظر از دست افراد ناوارد فرار میکند. چی آن را خرج کند و از بین ببرد، چی به دست فرد دیگری بسپارد تا او آن را از بین ببرد. ولی بعد از حفظ امنیتش چی؟ این که برایت کار کند و طلای بیشتری بسازد. دوباره عاقلانه حرف زدی. باید کار کند و بزرگتر بشود. طلایی که عاقلانه قرض داده باشد حتی ممکن است خودش را تا قبل از پیر شدن مرد مثل تو 2 برابر کند و اگر برای از دست دادن آن خف کنی، ممکن آنگاه برای همه درآمدهای آیندهش خف کردی. پس تحت تأثیر برنامه‌های غیر عملی، آدم‌هایی که فکر می‌کنند راهی را برای مجبور کردن طلا برای افزایش‌های ناگهانی بلدن قرار نگیر. این طرح برنامه‌های زائده رؤیاهای آنهاست که اصول تجارت امن و قابل اعتماد را نمی‌دانند. در مورد انتظاریت از درآمد محافظت کار باش تا از خزینت لذت ببری. با کار گرفتن سرمایه به عنوان مال تجارتی نزول دعوت از زیان است. بگرد و با انسان‌های همکاری کن که موفقیتشون استوار است تا خزینه تحت مهارت آنها رشد کند و در محافظت دانش و تجربه آنها باقی بماند. این طرح خودت را از بدبختی هایی که به اکثر دارنده های طلا سرایت می کند محافظت کن. وقتی رعدان از او به خاطر نصیحت های خردمندانش تشکر کرد، او پاسخ داد: هدیه پادشاه دانشی بیشتری به تو داد. اگر می خواهی 50 تنگه طلایت را حفظ کنی، باید محتاط باشی. راه های زیاد پیش پایت می آید. ناصح زیادی به تو می رسد. فرصت های بسیاری برای به دست آوردن فایده های بیشتر به تو پیشنهاد می شود. داستان های صندوق یادگاری های من باید قبل از این که هر تنگه طلایت را جای صرف کنی برای تو درس عبرت باشند. باید قبل از قرض دادن از برگشت طلایت مطمئن شوی. اگر باز هم به مشورت نیاز داشتی، پیش من بیا. خوشحال می شوم. احتیاط کوچک بهتر از پشیمانی بزرگ است.